الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این حلقه 42 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد و الحمدلله که در حلقه های گذشته به شما تمام مسائلی که تعلق به شرط سوم صحت لا اله الا الله تعلق داشت بیان گشت و در حلقه گذشته به شما آخرین مسائلی که تعلق به صدق بود، اتصاف الله به صدق، قول و سخنهای مرجع کرامیه و جهمی در مسئله صدق و ایمان، متعلقات صدق و فرق بین صدق و یقین و علامتهای صدق و آثارش و میوه ها و فایده هایی که از صدق به وجود می آید، همه اش به شما ذکر کرده شد. و پیش از این تمام مسائلی که تعلق به صدق دارد که شرط سوم صحت لا اله الا الله است به شما کاملا و بی نهایت با شرح وسیع و با تفصیل بیان گشت و امیدوارم که الله رب العزت و الجلال گوش کردن و فهمیدن و توفیق به عمل نمودن این گوش کرده ها ان شاء الله به ما عطا می کند. اما در این حلقه 42 ما ضد صدق را می گیریم. به شما بیان نمودیم که شرط اولی صحت لا اله الا الله علم است که ضدش جهل است. شرط دوم صحت لا اله الا الله یقین است که ضدش شک است و ریب است و شبهه است. و شرط سوم صحت لا اله الا الله صدق است که ضدش کذب است. کذب در توحید، کذب یعنی دروغ، دروغ در توحید، دروغین بودن در توحید، راست نبودن در توحید. بارک الله فیکم. این اولین مسئله که ما در این حلقه بیان میکنیم این است که کفری که متعلق به ترک صدق است. یعنی انسان وقتی که شرط صدق را که شرط صحت سوم لا اله الا الله ترک می نماید، شرط صدق نابود می گردد، به کدام نمود کفر داخل خواهد شد. یعنی وقتی که انسان صدق را ترک نمود، شرط سوم صحت لا اله الا الله را ترک کرد، البته کفری تکذیب به جایش به وجود می آید. صدق راستین بود که این صدق القولی القلبی بود، وقتی که نابود شد به جایش تکذیب میاد. تکذیب یعنی دروغ. بارک الله فیکم. التکذیب ضد تصدیق. اما علما میگن تکذیب عادتا ضد قبول است. تکذیب یعنی دروغ شماریدن نسبت به تصدیق دیده میگن، نسبت به صدق دیده به قبول ضدیتش قوی تر است. یعنی ضد شرط دیگری لا اله الا الله که قبول است ضدش تکذیب است میگن یا کذب است. و این تکذیب متعلق به کفر رد است که ان شاء الله ما در مسئله کفر رد به شما صحبت خواهیم کرد، چرا که شرط دیگری لا اله الا الله قبول است و ضدش تکذیب و رد است. و علاقه تکذیب به شرط قبول ظاهرتر است نسبت به علاقهش به شرط صدق. پس در حلقه های گذشته به شما مقصد بیان گشت که شرط سوم لا اله الا الله صدق است، نه تصدیق. تصدیق و صدق از همدیگر فرق دارد و مقصد ما صدق است. بارک الله فیکم. و از همین جاست که ما به شما میگیم کذیبی که تکذیبی که
اصلش نفاق باشد. یعنی تکذیب، دروغ شماریدن دین از دو اصل به وجود می آید: اصل رد و بغض و عداوت، یا که از نفاق. دروغی که دروغ شماریدن و دروغینی که از نفاق به وجود آید، این را میگوییم ضد صدق. تکذیبی که از نفاق به وجود آید این ضد صدق است و تکذیبی که از رد و جحد به وجود آید این ضد قبول است. بارک الله فیکم. با همین به شما معلوم میگردد. و اما حالا ما در اینجا کذیب و کذب، کفر الکذب، یعنی کفر تکذیب و کفر دروغینی که در توحید وجود دارد، کفر دروغ شماریدن توحید، مقصدمون این نفاق است. بارک الله فیکم. پس نفاق از دروغ به وجود می آید، یا که دروغ از نفاق به وجود می آید و اصل دروغ این نفاق است و همین نفاق و دروغ ضد صدق است که اساسش نفاق است. نفاق این ضد صدق است و این دروغ هم از نفاق به وجود می آید. اما دروغی که از رد به وجود آمده باشد این ضد قبول است. بارک الله فیکم، که در آینده به شما در حلقه ها صحبت خواهیم نمود. پس نفاق چیست؟ نفاق علما میگن و هو الذي يقابل الصدق و يتعلق حصوله بترك هذا الشرط. نفاق این چیزی است که مقابل صدق است، ضد صدق است و مقابل صدق است. و همان وقتی که شرط لا اله الا الله صدق ترک شد، نابود شد، نفاق به وجود می آید. سبحان الله. وقتی که آدم صادق نباشد داند که نفاق است و منافق است. پس نفاق چی معنی دارد؟ نفاق معنیش این است که هو اظهار الاسلام و ابطان الكفر. خیلی کلا میگن اظهار الاسلام و ابطان الكفر. نفاق یعنی این ظاهر نمودن اسلام، ظاهر نمودن، نشان دادن اسلام در ظاهر و ابطان و پنهان کردن کفر در درون. بارک الله فیکم. پس اساس تکذیب و کذیب این ضد تصدیق است و اما صدق خیلی که پیش گذشت در کلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی، ضدش کذیبی که از نفاق به وجود آمده است. پس همین نفاق معنایش ظاهر کردن اسلام است و در باطن کفر را نگه داشتن است. یعنی درون انسان، دل انسان، قول قلب انسان، عمل قلب انسان کفر است اما ظاهرا اسلام را نشان می‌دهد. این نفاق البته اکبر است. پس نفاق این چنین قسم‌های خود را دارد. مسئله سوم در مسئله نفاق، زیرا که ما در مسئله نفاق الان مسئله اول گفتیم نفاق مقابل صدق است، در مسئله دوم بیان کردیم که معنای نفاق این ظاهر کردن اسلام و باطن کردن کفر است و در مسئله سوم میگیم که نفاق تقسیم ها دارد، یعنی چندین قسم است. بارک الله فیکم. اولا یکمین قسم نفاق این نفاق اکبر که مخرج از اسلام است، مخرج کننده، خارج کننده اسلام است. یعنی نفاق اکبر، نفاق بزرگترین، این نفاق است که صاحبش را از اسلام، از دایره اسلام بیرون به دایره کفر می کند و صاحبش را از ملت اسلام بیرون می کند. دومین نمود نفاق این نفاق اصغر. این نفاق است که صاحبش را از دایره اسلام و دایره دین و ایمان بیرون نمی کند. این نفاق به مانند دروغ گفتن در بعضی از صحبت ها، یا که به وعده خلاف کردن، یا که به امانت خیانت نمودن. این نمودی عمل ها البته نفاق است، اما نفاق اصغر است، اکبر نیست. نفاق اکبر انسان را از اسلام بیرون می کند، کافر می کند، و اما نفاق اصغر انسان را از اسلام بیرون نمی کند.
پس از اینجا فهمیده می شود که نفاق اعتقادی هست و این چنین نفاق عملی هست. نفاق اعتقادی و نفاق عملی. از این دو قسمی که ما در بالا به شما ذکر کردیم معلوم گشت که نفاق اعتقادی و نفاق عملی و این دو نمود، یعنی نفاق اعتقادی و نفاق عملی، به قسم اول و دوم داخل می شود. قسم اول ما گفتیم نفاق اکبر. به نفاق اکبر عادتا نفاق اعتقادی گفته می شود. نفاقهای اکبر، نفاقهایی که انسان را خارج از اسلام می کند، کافر می کند و شکننده اسلام است، این نفاق اکثریت در اکثر حال این نفاق اعتقادی است. نفاق اعتقادی این خارج کننده از ملت اسلام است و نفاق اکبر است. اما نفاق عملی عادتا نفاق اصغر است. اما در نفاق عملی هم در بعض حالتها نفاقهای اکبر وجود دارد. بارک الله فیکم. خیلی علما میگن فمن الاعتقاد ما هو اصغر الا ان الاصل فيه انه اکبر و كذا العكس. یعنی از نفاقهای اعتقادی بعض نفاقهای اصغر هم وجود دارد. نفاقی که آدم را نفاق اعتقادی است اما اصغر است، آدم را کافر نمی کند. ولی میگن دانسته باشید که اصل نفاق اعتقادی این اکبر است. یعنی در اکثر حال، در بسیار حالت 98% یا 97 در این 97% نفاق اعتقادی نفاق اکبر است و انسان را از اسلام بیرون میکند. و این چنین میگن برعکس نفاق عملی. نفاق عملی اصلش میگن اصل نفاق عملی این اصغر است. یعنی نفاق عملی این نفاق اصغر است، انسان را از اسلام بیرون نمیکند. اما این چنین نفاق عملی این چنین نفاق اکبر هم دارد. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن فمن النفاق ما هو اکبر يكون صاحبه في الدرك الاسفل من النار كنفاق عبد الله بن ابي وغيره بأن يبطن تكذيب الرسول او جحود بعض ما جاء به او بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه. بارك الله فيكم. او بانخفاض دینه او المساءة بظهور دینه. یعنی ابن تیمیه رحمه الله میگن که پس از نفاق به شما بیان می نماییم که نفاق اکبر است که صاحبش را به چقورترین و پایانترین درجه دوزخ و نار می اندازد. به مانند میگن نفاق عبدالله ابن ابی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد، که این نفاق اکبر میگن نفاق است که انسان دروغ شماریدن رسول الله صلی الله علیه و سلم را در دلش جای کند، باطنا رسول الله را دروغ شمارد یا باطنا دین را جهد کند یا بعضی از آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن اون را بد بیند یا اعتقاد نکند به واجب بودن اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس یا که اعتقاد کند که یا که دین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بی‌قدر شمارد، پس این نفاق اکبر است. بارک الله فیکم. و از همین تقسیمات به من شما بیان گشت که نفاق اکبر است و نفاق اصغر است. نفاق اکبر صاحبش را کافر میکند که این نفاق اکثرش نفاق اعتقادی هست، یعنی درونی و باطنی، و نفاق اصغر که این انسان را از اسلام بیرون نمی کند که این نفاق اکثرش عملی هست. بارک الله فیکم. و این مسئله سوم در مسئله نفاق بود. اما مسئله چهارم در مسئله نفاق، بارک الله فیکم، علامت های نفاق. البته هر یک چیز به خودش علامت دارد، نشانه ها دارد. مؤمن علامت های مؤمنی دارد، موحد علامت های موحدی، و این چنین نفاق و کفر بر خودش علامت ها و نشانه ها دارد. و این علامت های نفاق را الله رب العزت و الجلال خودش در کتابش در قرآن عظیم و شان ذکر کرده است و جدا نموده است و بر رسولش محمد صلی الله علیه و سلم بیان کرده است. و بعضی از علامت های نفاق را این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من و شما به امتشان بیان نمودند، چرا که علامت های نفاق همه اش با دلیل ذکر شده است، باید از قرآن و سنت گرفته شد. هیچ کسی از خودش نمیتواند که
یک عملی رو این بگوید عملی نفاقی یا که علامت نفاقی، مگرم با حجت از قرآن و سنت. پس این علامت هایی که الله رب العزت و الجلال از در قرآنش و رسولش صلی الله علیه و سلم از الله سبحانه و تعالی به ما نقل کردند، صفات های منافقین را بیان میکند و اونها را شرمنده و شرمسار میکند و اهل نفاق را در حقیقت خوار و ذلیل کرده است. چرا که وقتی که این صفات ها را ما از قرآن و سنت میآموزیم، میفهمیم که کی منافق است و به چشم ما میبینیم. اگر این علامت ها را الله و رسولش صلی الله علیه و سلم به ما ذکر نمیکرد، ما منافقین را فهمیده و شناخته و جدا کرده نمیتوانستیم. زیرا که نفاق، منافقین عادتا پنهانند. چرا که نفاق این امری درونی هست، در درون دل است. ما درون دل انسان ها را نمیفهمیم. بارک الله فیکم. پس منافقان این انسان ها هستند که عادتا همیشه پنهان میکنند، همیشه برحذرند، دائم در شک و شبهه اند، همیشه در ترس و در خوف و شک زندگی میکنند. بارک الله فیکم. و همیشه خصوصا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم میترسیدند که یک سوره شاید نازل شود و امر ما و این رفتار کردار ما بیان کرده شد. البته الله سبحانه و تعالی سوره منافقین را هم نازل کرد. سوره منافقون وجود دارد و تمام عملهای نفاقی اونها را و اعتقادی باطل پنهانی اونها را الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم الشان و رسولش در سنت صلی الله علیه و سلم بیان نمودند و حکمش معروف است. پس احکام نفاق و منافقین چیست؟ بارک الله فیکم. با عباره دیگر بگوییم در مسئله پنجم در موضوع نفاق ما به شما حکمهای نفاق و منافقین را بیان خواهیم نمود. منافق در آخرت داند که فی الدرک الاسفل من النار است، در پایان ترین و چقورترین جهنم جای خواهد گرفت. و این حکم الله رب العزت و الجلال است که میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فلن تجد لهم نصیرا. منافقان به پایان ترین جهنم جایگزین خواهند شد و هیچ نصرت دهنده هرگز برای آنها کمک کننده و نصرت دهنده یافت نخواهد شد. و این حکم منافق در آخرت است. البته منافقی اعتقادی و کفری را در نظر داریم و منافق در دنیا حالتش سه نمود است. منافقانی که در دنیا هستند حالتشون سه نمود است. نمود اول، اگر حال منافق فهمیده نشود، یک انسان منافق است اما ما نفهمیدیم که این انسان منافق است، هیچ کس فهمیده نتوانست، ما نفهمیدیم، در این حالت ما به این معامله احکام اسلام معامله می نماییم و این مثل دیگر مسلمان ها حساب کرده می شود. در اصل منافق است، یک انسان منافق است از سبب این که منافق این امر درونی است، امر اعتقادی باطنی است. ما که فهمیده نتوانستیم، نفهمیدیم که این مسلمان است، نفهمیدیم که البته بخشش، نفهمیدیم که این منافق است، فقط اسلامش را دیدیم. در این حالت این منافق را ما حکم مسلمان میدیم و احکام دیگر مسلمان ها بر بالای این هم جاری می شود و این مثل دیگر مسلمان ها است، چرا که ما نفهمیدیم که منافق است. و البته امروز در بین امت اسلام این چنین منافقان به نهایت زیادند. من و شما بعضی انسان ها را برادر می حسابیم، دوست می حسابیم، مسلمان می حسابیم، در حالتی که منافق است و در عجب می مانید. چندین سال دوستی کردید، بعد از چند سال می فهمید که نفاق دارد. وقتی که نفهمیدیم، منافق بودنش را نفهمیدیم، این حالت حکم مسلمان های عامه هست. این حالت اول است، حالتی که ما منافق را نشناختیم. حالت دوم، این حالتی که ما یک انسان را نفاقش را فهمیدیم و به ما و به مردم آشکار شد که این انسان منافق است.
پس این انسانی که نفاقش آشکار شد، نفاقش فهمیده شد، دو حالت دارد. حالت اول کفرش و نفاقش ظاهر شود و آشکار شود. یک انسان در بین مسلمان ها خود را مسلمان میگفت، زندگی میکرد، اما یک وقت آمد که آشکار شد و فهمیده شد و بیان شد که این نفاق است و نفاقش نفاق اکبر است و کافر است و کفر است. حکمش چیست؟ حکم این انسان، حکمش به سبب این که نفاقش آشکار شد و این نفاق اعتقادی بود و نفاق اکبر بود، این حکمش مرتد است و کافر است و این را گرفته به توبه کردن مجبور کرده می شود. دولت اسلامی باید این چنین انسان‌هایی که خود را مسلمان می گفتند اما یک و یک بار نفاق کفریشان آشکار شد باید بگیرد و حبس کند و در حبس باید به ضربه زدن، به دره زدن، به محکم کردن پشت پنجره ها و حبس کردن، به توبه کردن مجبور بکند و امر معروف و نصیحت و ابلاغ الحجه کردن، با همه راه ها به توبه کردن دعوت میکنند. اگر توبه کرد قبول است، اگر توبه نکرد حکمش همچون انسان مرتد و کافر کشته می شود، قتل کرده می شود. بارک الله فیکم. پس حکم این کافر همچون کافر و همچون مرتد کشته می شود. حتی بعضی از علما میگن هر کسی که در اولی اسلام در آمدنش، یعنی کسی که به اسلام در آمده است اما در اولی در آمدن لا اله الا الله را به زبان میگوید، در قلبش کفر را نگاه می‌دارد، یعنی نفاق را از اولی سرشوی اسلام قبول کردنش میکند، این انسان میگن حتی مرتد نه، حکمش کفری اصل است، یعنی این انسان کافری اصل است. چرا که این مسلمان نشد، این انسان مسلمان نشد، گرچند که لا اله الا الله گفت اما لا اله الا الله را از اولی گفتنش که نفاق داشت، این انسان میگن در حالت کفرش باقی ماند، این کافر اصلی است. اما یک انسانی که در اولی قبولی لا اله الا الله و قبول اسلام نفاق نداشت و بعد از این نفاق آمد و نفاقش نفاق اعتقادی اکبر بود و این انسان را از اسلام بیرون کرد، این انسان حکمش مرتد است. البته وقتی که حکمش مرتد است قتل کرده می شود، البته اول به توبه وادار کرده می شود و این چنین کافر اصلی هم اول به توبه وادار کرده می شود و الا مسئلهش مسئله چخیلی که بیان کردیم کفر است. و مسئله حالت دوم از قسم دومی منافق. ما به شما بیان کردیم منافق در آخرت حکمش آتش دوزخ است، اما در دنیا سه حالت دارد. حالت اول ما منافق را نشناختیم، برای همین حکمش مسلمان است، در بین ما میگردد، ما مسلمان میسویم اما منافق است اما نشناختیم. حالت دوم گفتیم نفاقش آشکار شد، فهمیده شد، اما این دو حالت دارد. گفتیم این قسم دوم منافق دو حالت دارد. حالت اول چخیلی که بیان کردیم کفرش و نفاقش آشکار شد، این حکمش مرتد است، کافر است، توبه کرده می شود، به توبه مجبور کرده، توبه نکند این کشته می شود. و حالت دوم و ان لم یظهر نفاقه و انما تبین نفاقه بالقرائن او لبعض الناس. حالت دوم این است که نفاقش آشکار یا که ظاهر نمی شود، نفاقش مثل حالت اوله که ظاهر شد این ظاهر نمی شود، بلکه بعضی از قرائن ها، بعضی از نشانه های نفاقش به ما آشکار می شود، یا که به بعضی از انسان های مؤمن علامت های نفاقش آشکار می شود، کاملا نه بلکه علامت های نفاق است. علما میگن فإن هذا يجرى عليه احکام الكفر فيقتل اذا قدر عليه. پس به این چنین انسان ها احکام کفر، حکم کفر جاری می شود. اگر به این انسان قادر شده تواند، قادریت باشد، قدرت توانایی باشد، کشته می شود.
و به این انسان احکام منافقین جاری نمی شود. یعنی احکام منافقینی که در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود جاری نمی شود. بارک الله فیکم. چرا؟ یعنی مقصد از این سخن ما چیست؟ که به این انسان حکمی منافقانی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکم داده بودند به این انسان اینچنین حکم داده نمیشد. مقصد از این سخن ما این است که منافقانی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند، با وجود اینکه فهمیده شد قرائن ها بود، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم قتل نکردند، نکشتند. اما ما گفته ایستادیم که نشانه هاش به وجود آید، فهمیده شود که این نفاق منافق است، ظاهر نشد، لیکن ما به نشانه ها فهمیدیم که این منافق است، این کشته می شود. آیا این مخالف حکم رسول الله نیست؟ البته مخالف حکم رسول الله نیست. چرا که در حدیث های صحیح و سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منافقان را برای آن نکشتند که به قتل نرسانیدند که بناگاه قریشی های مشرک نگوید که ان محمدن یقتل اصحابه، محمد دوستاش را میکشد. به خاطر همین سخن را نگفتن مشرکین منافقین را نکشتند. یعنی سبب داشت. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستند که منافقان را بکشند، اما از این ترسیدند که وقتی که من منافقان را میکشم دیگر قبیله ها مسلمانی را، دیگر اسلام را قبول نمیکنند. چرا که به همه جا گویا که آوازه می شود و مشرکین پهن میکنند که گویا محمد صلی الله علیه و سلم حتی دوستهای خودش، صحابگان خودش را کشته ایستاده است. به خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم منافقین را نکشتند، به خاطر فتنه وجود داشتنش. اما علما میگن امروز همین فتنه و همین علت وجود ندارد. علت چیست؟ علتی فتنه. یعنی امروز اگر ما منافقین را کشیم، هیچ کس گفته نمیتواند که محمد صلی الله علیه و سلم صاحبش را کشت یا که یگان برای مسلمان آوردن، اسلام آوردن کسی ضرر نمیرسد. یعنی علت نابود شد، پس حکم هم نابود میشد. برای من علما میگن اذا زالت العله فزوال بزوالها الحكم، فزال بزوالها الحكم. یعنی وقتی که علت نابود شد، به وجود نابود شدن علت حکم هم نابود میشد. یعنی وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانشون علت وجود داشت، سبب وجود داشت، به خاطر همین نکشتند، اما امروز سبب وجود ندارد، همون علت وجود ندارد، حکم این چنین منافقایی که به قرینه ها، به نشانه ها حکمش معلوم شد که منافق است، یعنی کشته میشود. بارک الله فیکم. پس اصل این چنین انسان یعنی کافر است و به این احکام کفر جاری کرده می شود. و این البته سخن است که علمای محققین اهل سنت و جماعت این سخن را راجح و درست و سالم گفتند. انا نمین را، یعنی منافقانی که ما اونها را با علامت های نفاقشان میفهمیم که این منافق اعتقادی عملی، منافق اعتقادی و خارج کننده از اسلام است، حکم این حکمش قتل است، همچون کفر اصلی. و سببش این است که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علت وجود داشت، رسول الله قتل نکردند، و در زمان ما علت وجود ندارد، برای همین قتل کرده می شود. و این ترجیح کرده و راجح کرده و همین سخن علمای اهل سنت و جماعت و مانند شیخ الاسلام تیمیه و اینچنین ابن القیم الجوزی و اینچنین بسیار محققین اهل سنت و جماعت و علمای دار النجد، علمای نجد، پس بسیاری از اهل علم، و همین قول راجح است که ما هم قبول میکنیم. و این قول و این سخن از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه به من شما نقل شده است. بارک الله فیکم. این قسم دومی منافقین بود که به شما بیان کردیم که قسم دوم منافق دو حالت دارد. و قسم سوم منافق شک کردن به نفاق منافق، یعنی به یک انسان ما شک میکنیم که این انسان آیا منافق اعتقادی، منافقی که اسلام را از اسلام خارج میکرد همچنین منافق است یا منافق نیست. ما شک داریم، به نظرمون منافق است لیکن انیق نیست، شک داریم. در این حالت علما میگن
فالاصل عدمه فیجری علیه احکام الاسلام. اصل عدم نفاق است. ما به یک انسان اگر شک کنیم که منافق است یا مسلمان است، در حالتی که وی اسلام را به ما ظاهر کرده ایستاده است، مسلمان است، اما ما شک کردیم که منافق است یا که موحد است یا که مسلمان است، در این حالت اصل مسلمان است. کسی که اسلام را ظاهر میکند در حالت شک اصل اسلام است. چه که در حالت طهارت هم وقتی که انسان طهارت کردنش 100% بیاد میآید و بعد از این شک میکند، میگیم اصل طهارت است. بارک الله فیکم. و به این احکام اسلام جاری کرده می شود. چه که حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه میگویند انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان. ببینید، نفاق میگن این در زمان عهد نبی صلی الله علیه وسلم بود، اما امروز میگن این نفاق نیست، میگن این کفر است بعد از ایمان. یعنی امروزه نفاقایی که میگن بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم ما میبینیم، این بی‌نهایت نفاق از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سخت‌تر است و این کفری آشکار است. و این البته روایت در امام بخاری رحمه الله روایت کردند. و این چون حذیفه بن الیمان میگن که ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبي صلی الله علیه و سلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون او يجهرون. اینم این روایت بخاری است. یعنی میگن که امروزه منافقانی که ما میبینیم بدترند از اون منافقانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. چرا که منافقایی که در زمان رسول الله بودند با وجود منافق بودن نفاقشان را پنهان میکردند، میترسیدند، اما امروزه منافقین میگویند ظاهر میکنند و آشکار میکنند. روایت بخاری. این در زمان حذیفه بن الیمان در زمان صحابه بود بعد از وفات رسول الله. اما امروز چی؟ بعد از 1338 سال هجری، بعد از 1500 سال حال من شما چی است؟ امروز مردم نفاق را آشکار میکند. نه فقط نفاق را آشکار میکند، حتی نفاق را بعد از آشکار کردن میگد که انمین دین است و انمین حق است. اعوذ بالله من ذلك. اعوذ بالله من ذلك. پس با همین صحبت خود را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به نفاق است به شما بیان خواهیم کرد، که مقصد ما از این بیان کردن این است که نفاق و کذب این ضدی و مقابلی شرط صحت